آیا آب خوردن وسط غذا واقعا بده؟ این حقیقت علمیه یا باور اشتباه؟ هممون این جمله رو شنیدیم، آب وسط غذا نخور، گوارشت رو خراب میکنه. اما آیا واقعا این درسته؟ امروز میخوایم بریم سراغ بررسی علمی یکی از پرمجادله ترین توصیه‌های تغذیه‌ای. این باور از طب سنتی و توصیه‌های قدیمی میاد. گفته میشه آب اسید معده رو رقیق میکنه و باعث میشه غذا خوب هضم نشه یا نفخ ایجاد میشه. ولی آیا علم این رو تایید میکنه؟ تحقیقات علمی نشون داده که نوشیدن مقدار کمی آب حین غذا خوردن نه تنها ضرر نداره، بلکه حتی میتونه به هضم بهتر کمک کنه، چون باعث نرم شدن غذا و حرکت راحت‌ترش در دستگاه گوارش میشه. بهتر آب رو به صورت جرعه و ترجیحاً با دمای ولرم یا معمولی بنوشید. آب یخ وسط غذا نه، خیلی توصیه نمیشه. آب وسط غذا نه تنها مشکلی نداره، بلکه مفیده. اگه میخواین ویدیوهای مشابه ببینید، حتما سابسکرایب کنید.